آموزش زدن خمیر سنگکی. اول آب به اندازه آبگیری میشه، بعدش نمک داخل آب ریخته به همش میزنی. بعد به هم زدن که آب به هم خورد تو آردو میریزی. آردو که ریختی ماشین رو روشن میکنی، حرکتش میدی، باش آسه دستش چی میکنی که خمیر خوب به هم بزنه. زمانی که خمیر چند دقیقه 5 دقیقه کار کرد، سعی میکنی زیر خمیر رو در بیاری. زیر خمیر رو که در آوردی، بعد دست میزنی به تنه خمیر ببینم سفته یا شله. اگه شل بود آرد بهش میدی، اگه سفت بود آب بهش میدی. ولی باید تو طوری بزنی که احتیاج به دوتا نباشه. همون اول به اندازه همون خمیری که میخوای بزنی آبگیری میکنه که دیگه احتیاج به کارا خیلی کم احتیاج به کار داشته باشه. بعد مدت زمان خمیر بستگی به آرد و نوع آرد و این چیزا داره. نوع آرد یعنی اگه آردش خوب باشه، په داشته باشه که زیاد نباید کار کنه. اگه نه په نداشته باشه، باید به زمان بیشتری احتیاج داره کار کردن خمیر. الان این خمیر هلوش 20 دقیقه داره کار میکنه، دیگه کارش تمومه. باید خاموش کنیم خمیری رو خاموش کردی، خمیر جا بندازی که حداقل 2 ساعت بخوابه داخل تشتی. این تشت داخل همین تشت 2 ساعت بخوابه. بعد 2 ساعت دیگه آماده پختن هست. فعلا خداحافظ.